سپاس و درود میفرستم به مردم سرزمینم ایران، مخصوصا بچه‌های سیستان و بلوچستان و بچه‌هایی که الان تو جشنواره توپاکی هستن. من مطمئنم که آینده ایران و شماها باید بسازین با استعدادی که دارین و مملکت ما مطمئناً پر از آدمای نخبه، پر از آدمای بزرگ هستش و امیدوارم یه روزی فرا برسه که هیچ فرقی بین شمایی که تو سیستانی و منی که تو تهران زندگی میکنم وجود نداشته باشه. آرزوی موفقیت دارم واسه همتون. با سعی و تلاش میتونیم به همه جا برسیم، به همه چیز برسیم.